کمی اعتبار شد. گاهی اوقات چه وچان یه انحراف اعتقادی در حقیقتا انسان یوسی انسان سن قلب شاست. حالا اشاره کر رو کن که انسان سن دل یم نیک سیر انسان دل آسان شه یه هندی قلب دل کت شه آسانیت است. قرآن چی آیتا مزن چی بیان کردم قلب سلیم اما در حقیقتا یه دل چو گاهی اوقات مریض گسان بیمار سبدا یه دل چو گاهی اوقات یعنی بنابر آلودگی گناه چی آلودگی وجه یه قلب یه دل چو مریض سبدا یشو یقینا یعنی تتبرهن بشدت مریض سبدان که انسان شون حکان اگر نفورن علاج کری اگر نفورن بایستی محال چو آسان یک اثبات کنترل کریتن یعنی آلوده گسانش منو عزیز و بزرگ و نوجوانو لذا گاهی اوقات چو در حقیقتا یعنی قرآن اسمن چو واضح آشکارا ات نسبتن بیان بمتن که قلب مریض یه دل یه مریض سبدون به معنای بیمار گسون مگر باطنی طور بیمار سبدون یه باطنی طور شو انسان سن دل غنها سیتن بیمار سبدان یشو آلودگی سیتن بیمار سبدان یشو بد اخلاقی سیتن بیمار سبدان یه مرض قلب یعنی مریض دل قلب مریض گسون تقریبا چو قرآن اسمدن بیش از دهلتن ذکر گمتن قلب مریض فی قلوبهم مرض تبرن مختلف جایان بیش خود ده خود زیاده اضافه گمتن یا ایچی شو بعد انسان است انحراف سبب بنا منحرف گستون سبب بنا ایشو اصل عمی سازی متریشن منحرف سبدا ایشو اصل حقایقانشان دور سبدا ایشو در حقیقتا معارف اهل بیت معارف قرآنی نشان دور سبدا منو عزیز و بزرگ و نوجوانو اگر ایسه گوچاو یه قصاوت قلب بمانه سنگدلی بمانه سنگدلی این قرآن اسمش جو 100 فیلی ذکر که مثلا نسبت ایدن لفظ استعمال قلب یعنی در واقع یه دلوک مریض کسون چون مگر معنای سنگدل یه سنگدل کتبور چه انسان بنا حالا اخچی الگ بحث مختلف چیز سویده اما اخچیز شو یوس انسان اصلا سنگدل بناوان شو انسان سن مریض قلب یعنی غنا آلودگی گناه چی آلودگی یل انسان سن دل اخمز مبتلا غسان شو ایشو سیاست دا یم ویزی سیاست دو یم ویزی کرهن گو اتشو آسان بعد معالجه علاج کرن هنا سخت هنا گریوت آسان اما اگر بر وقت اسپتن علاج کری ات در حقیقتا ات نسبتا فوراً پایس بی یکی تیگه سیدن لذا منو عزیز و بزرگ و نوجوان که اوقات شو یوهای سبب بنانسو ثانی انحراف اعتقادی یک نسبت میں گذشت کن عرض کرم امیو سبب اخشو انسان است انحراف یہ ناآشنایی یعنی اس نادانی جهالت یہ جهالت شو سبب انسان شو در حقیقتا اخمزن در حقیقت گرفتار گسان یعنی انسان سو جهالت چه سبب کفر یعنی انکار سبب انکار خود آیه قرآن تی اشاره کرد فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين سوره آل عمران پروردگار عالمین فرماوان یہ افراد منکر چه سبدان پر حقایقا ہیں فاما الذين كفروا یہ چیز واضح چو یہ چیز آفتاب کو روشن چه منکر چه سبدان ہمیں کہ فاعذبهم عذابا شديدا ان کہ عذاب شدید است في دنیا سمزنتی والآخرة آخرت سمزنتی وما له من ناصر یہ دکھاتا چون بات کہیں تی سو یار مددگار است
اگر این تلاش کردن لن تجد هرگز اصلا ابدا شنیم لبان پنج نسیز برای یوسی یومون یار یاور بید وجه شو یونسو در واقع یعنی انکار حقایقن هم خودی آیه قرآن اشاره کنن سوره ابراهیم است اندر که ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. پروردگار عالمین ارشاد فرماوان سوره آل عمران سے اندر یہ آیه مبارکه دی آیا سوره ابراهیم است مند اشاره اتکس کن اشاره کنم تیم افراد ان الذين ایمو در واقع کفر کن الذين كفروا انکار کرو منکر سبده بعد ایمانهم انپذی که ایمان رو سکون متن زونمو دوستو حقایق این صداقت است زین مثلا اما انکار کرو سمزداد و کفرن یعنی انکار بروک بعد بیشتر کرو انکار منکر سبده فرماوان لن تقبل پروردگار عالمین کرنی هم توبه قبولی اگر این توبه کردن یہ توبه سبده قبول توبه هم اولئک هم الضالون یم چتیم افراد یم گمراه یم منحرف شه یم در واقع دلویت شه. لذا منو عزیزو بزرگان نوجوانو یہ انحراف اعتقادی یزگاه اوقات انسان سن اگه بری مقامینش محروم کرانش انسان از گاه اوقات اگه آلا مقامینشن بالکل چه دور کرد مگر وجه سبب وجوهات چه بیشتر انسان سنز جهالت اگر انسان جهالت رای اگر انسان جهالت نش دور روزه یقینا شو انسان یعنی اکس کمال سواتن کجی یلیسی وشان چی کفر یعنی انکار آتش قسم کنیش انسان نزانی کس به ناس پر مثلا پای توش انکار کرد کفر معنی گو انکار ای مذکور یعنی اسلام من ترک الصلاه فقط کفر یم انسان نماز ترک کرد ام کفر اختیار ام کو یک حقیقت و انکار یم اسی وشان چه این در واقع چه یک حقایق انکار کرده شما چه کفر کردن وی لذا من ترک الصلاه اگر انسان نماز ترک ام اسلام فقط کفر ام کفر ایشو کافر اگه حقایق اگه صداقت چه منکر سبدان گه اوقات چه در حقیقتا این اسمونو سویت اسمونو کفر انکار یعنی از اعتبار دل از اعتبار زبان یعنی چه خدای است رسول است انکار کرد زبان سیدن که پنج حرکات سیدن که پنج در حقیقتا قلب زدید شو انکار کرد کنوید شو انسان شد یعنی در واقع بسیارش کفر جهود معنی یعنی دلو کرو انکار اقرار دل مانو اما یه زبانی پر عمل نکنه تو وجود باری افراد میلن تای اگر تیما پانی جای پر چو ایشا پازرس بدن تای آهناس تر که ازی مونو بدی چاہتے وجود عزیزم میانو اگر تیما از لحاظ شخصی اعتباره پنج جای سوال کرو ایمونا صحیح چه صحیح من آهناس یا صحیح من تر که ازی مونو بدی چاہتے امس نزبت دیست نگاهی ایشو کفر جهود در واقع جحدو بها ایمشه گه اوقات زبان چنه واو کرن زبان چنه واو کرن یل کراو زبان چنه استعمال کرن زبان سر چنه اقرار کرن یہ چو اپ کفر شاید اگری ستسو اکسو مقایسه کرن اسی میلن پنجسی مواشد نمکسی مواری افراد یہ من حقایقا از پایشه یم پایشه در حقیقتا یشو غلط یا بوشش غلط کرن مگر زی چون اقرار کرن که زی چون اعتراف کرن که یک چوک انکار گه اوقات شو کفر اناد یا انکار کرن یعنی اناد یعنی دشمنی یہ دشمنی شو بایش دشمنی سبب انکار شو کرن گه اوقات دل ته گه اوقات زبان نه اما یسی انسان سندر حسد شو عداوت شو حسد شو خطرناک چیز هم حسد شو عداوت شو بغض شو یشو نیمس فن دیمان که کسمونه های شاه هست یا شو
فلان صفت بهتر زانه بود صاحب نظر دی متقی دی آره از ترکیه شو نمانا یه حسد نه کمر امسید نگیسی فرض کرو نه حیثیت کم امسید نگیسی مقام کم گاهی اوقات شو قفر اینا در واقع یعنی اینا یعنی دشمن این دشمنی اینا یعنی سو در حقیقتا حسادت حتی ولید بن مغیره یعنی یم دل زبان مثلا در واقع قرآن از قبول تا قرآن از دانا قبول است ولی ایمان نخون یه توانست یسا جادو فقال ان هذا الا سحر یؤثر ایشو جادو گیری پل جایز مانا نیشو گورا پل جایز آنا اگر اقرار است نکرم که از حسد بیبر خدا سلوزم عداوه کینو وصو بغوزوس تو شو اگر سانین دلن مسلی عداوت بوده گچی ایش خطرناک شید یک نسبت روایت من آمد شو الحسد یأکل الایمان کما تأکل نار الحطب یا حسد شو انسان سن ایمان است غالان ختم کرانی تتیبتن یتبتن نار ات زین سور بناوانش سینه بناوانش الحسد یأکل الایمان حسد چون بسار تمام بتکوش سایستن فرزند زهرا سلام الله علیها سایستن خود فاطمه زهرا سلام الله علیها مگر این حسد دل از مزاو اچون انسان است یچون انسان چون کتی طور حکان یه زینی تن کتی طور حکان یه سمجی تن یه حسد بنابر حسد لذا گه اوقات شد حسدی کس بناس بڑے مگر ولو چی تمام قبول ہوستان یہ ولی قبول ہوستان مگر قرآن کلام اشار فقال ان حاضا الا سحر ایشو فقط جودگیری استبرک اثر راوند کنی بھی شو یہ انکار نفاق کس بناس بڑے جب اس بنا کفر نفاق یعنی عزیز و بزرگ بنا و جوان جب اس کفر نفاق بنو یعنی به این معنی که انسان شو در حقیقتا زبون سیتن دم از ایمان این ایمان دم چه دیوان زبون سیتن چه ایمان دم دیوان ولی دل یه اسم شو خالی از ایمان نفاق شست نفاق یعنی دو چهره زبوت شو یه میزن منش واتی که مینی تعریف مدرسه رایی کردی منش دراو حکون بود بگیشی دمی هایی گوز گو امیشن پایی این افراد چی من چونم منافق حالا منافقین هست خصوصیت امیر المؤمنین نهج البلاغه سندر مفصل بیان کرد انشاءالله اگر زندگی است حیات است تو این مؤمن سے بی توفیق آسی کات کرنو بکر عرض افخد بس نزبدن تیکه کلمه مفصل بحث کردم لفظ نفاق یعنی این منافق افراد کم قسم چه آسان این منافق چه آسان پرزنامین واریا سخت گاهی اوقات اگر نمیتونی مطلب صفحه نماز داشتن توجه کرد من عزیزو گاهی آسان اولی صفحه نماز بیتن دویم صفحه نماز بیتن نماز گذارتی آسان ظاهری کرد مگر دل من آسان نفاق برید دل من آسان این نفاق زهر آلود آسان همسیدن که میتنه دواکه دم آسان زیبسیتن دیمان دم از ایمان اما خالی از ایمان است دل آسان کله باشه خیلی منو عزیز و بزرگ و نوجوان حالا دقت کردنش از ایمان اسفندی چه روش کردیم از اعتقادات بندن چه روش کردیم اعتقادات اگر ایسی اعتقادات چه یه اعتقاد بود صحیح طریق ایسی مثلا آسان پاده گمتن راسک محکم مگر از راه صحیح نه از راه غلط یوز بقا سبب بینی سبب ذلت بینی سبب گمراهی بینی سبب رسوایی بینی سبب شرمساری بینی لذا انسان گوشت این چیز الان نفاق و حسد کین عداوت بغض نه بلکه انسان گوشت همیشه وچون بننی من آمالا بننی من دواکه حرقاتا اقصد دینی که حضرت دیت پروپا کن اق دینی که لبس مستراویتن حرکت کرن دینی که لبس مستراویتن قدم تلون یشو اصول یشو
اکسو دین دارسن علامته یگوسنو کت حرام کتونه مکیو حرام یگوس قبل از این که حرام بس کن اتمی یگوس اکن رکاون اتی گوسی زانون یمینی بقا معنی خدر غوالی جان سبب ذلت سبب رسوایی هم دنیاست مزن هم آخرت است مزن معنی عزیز و بزرگ و نوجوان گه اوقات یم چیز در واقع اصل اعتقاد نشو دور روزا اصل حقایق نشو دور روزا اسلام اسمز شنو یه چیز کنی جایی اسی بیان کردن نه یه فلان منی تلموینز اگر فلان منی تلموینز نکیه ولو چه سینی سفت کاشریس کالچرز اختاونا شو یه چیز شنو ذهن وشان اصلی من بند کن رجوع کر فلان ون سو غلط شا سو صحیح شا تمکازی ون اش کاف گرفتن بالکل بقا حرکت کرد بروکن بقا خناش بانس زمده اگر توی محکیر طالب علم سن زبانی تنکان کلام بوزو خناش توی زمداری توی شو شان و گمان معنی معنسه این توی باشی توی شو حلقی کسان بلکه توی شو گمان با این معنی توی بوزو توی بازی پانه پاتی اکسو تحقیق کرن بوزن اگر خدای صلاحیت دستمش علمی کتاب پاری قرآن پاری اوش پرسی سوال کردی دو بیشتر مطالب قسم هسته بیشتر مطالب زانی انسان یعنی عزیز و بزرگ و نوجوان و ایشو ضرورت ایشو لازم اگر تو این گستی اوچو یه نمونه ایام نمازن ایشو حادثه به اشاره ایشاره دویمش خودش بس کرده ایشاره که نقاط که توی سوشل میدیا هست برای توی تا اسی تیم چیز فهلی بیان کر یون دو وجودی اس کن ای کور کول اپلود کرن بیک کور کامنت بیک کور شیر بیک کوری آیا صداقت شا بازار شا امسد مواد ضرر امسد مواد نقصان نه اصل حرکتشون تو این اپلیکیشن بالکل یعنی چه عجیب چیزان بالکل یعنی این احکام زوریه روایات هیچ اسی سمجھاؤں اگر تو ایک چیز زونول او تانشکن فتبینو تو وشو کرد تحقیق کرد بجای اینکه توی فعلایو توی کریو شیر توی کریو بخش کریو ایشون اصل چیز که بلکه انسان کرد سنجیدگی فکر کرد وشی اکسد نماد زخم اکسد نماد عزیت صداقت شا بازار شا خواستگر بوشم پنون کاشر کن بدشش کاشری یعنی که اشی گه اوقات جذباتن همان زیاده کن نه کنویشی عقلیت کنی کنویش که بلکه همیشه عقلیت کنی همیشه بالکل مدبرانه طریق اسم از کلام کار مدبرانه طریق اسم از حرکت کرد یشو بهترین علاماتی که اسم مومن است بهترین صاحب ایمان است علامت و الا کنویز معنی بایست انحراف بایست کنویز معنی بایست اعتقادی انحراف مختلف والا ان شاء الله عرض کرد مختلف انحرافات ملگرشا کنویز یکی یا یه سن غلط حرکت کنید دشمن سودک ابزاره آلتک یمزریسو استعمال کردی است یمزریسو اسی احانت کرد یمزریسو اسی پامالی کرد لذا خودی روایتان مثلا تیش آمودن هر حرکت برو هر قدم تلنو برو هر کلام کرنو برو بعض انسان سوچن فکر مرارن ثم کل کرکت فکر پت کل اینه پت من اشو آسان صحبت ونیتن پت چکنار فکرها میگو غلط میسونی منی عجیب چیه چیز 100 بار سوچ 1000 بار کر فکر بنا کی پجامانن کی فکر مرار ثم کل کر فکر پاتر کر بایا پاتر عزیزم منو وسرگو نوجوان اگر از اکسپرت بکاو ایشو سبب کامیابی بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين ونار للعاصين. والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على علي أمير المؤمنين. والسلام على فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. اللهم صل على محمد. ثم الصلاة والسلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على محمد. ثم الصلاة والسلام على علي بن الحسين زين العابدين محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك عباد الله بتقوى الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنه من قضى نهبه ومنه من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صلوات اللهم صل على محمد. به یک فرشش مجددا بنس نفسس تقوای الهی و توصیه کران و عزیز مؤمنین تذکر دیوان مؤمنو سگو تقوای الهی. تقوای الهی چو بهترین زادرا، تقوای الهی چو بهترین سوال یوسسی مقام عالی استانی و تنابی. درود و سلام اسن ایمه هدا علیه السلام بچن یمستان خطر بهترین رهنماش. اما یوسیت هفتس مزن اخ حادث دلخراش پیش آو شهادت رئیس جمهور در واقع صدر سید ابراهیم رئیسی یک مزن کل این 9 نفر شهید گئی، یم 9 نفر شهید گئی، یم الگ مقامن الگ پوستن بر ایس آلاترین مقامن بر ایس بکره ای چیز عرض اگر ایسی یتن جماع سبدی رات ممکن است یا فرض کرو ممکن است ذکر کرو یا بعد از ظهر دش مختلف جاین مجالس اون سنس آمد کرنه ایشو آگور طلب چیز است. کم چیزن کری جماع کس چیز شو سبب بنان که هزارها کیلومتر شو کان شهید گسان یس اسیتن اخوابستگی تاوانش. اگر مجالس بپا گئی، اگر جلسه جلوس بپا گئی، یتی عزیز وقت مابم وقت فرض کرو مختلف جاین آی امام بارگاس مثلا مجلس کرک، مجلس نوسرایی کرک، مرسیه سرایی کرک، ایش زانون که ایس این فرض کرو ای رو پرزیدنت بین پرزیدنت نه بلکه اک رشته شو یس رشته در واقع ایمان شهدان سید شو سوشو ولایت و گرشته توجه کردو یه ولایتی چه اسی در حقیقتا آماده کنم اسپزی من نسبتا سو گفتگو کرم یه ولایت و گرشته یس در واقع سنیس وجود است چه ارن آمتن خلق من طین فینا اهل بیت فرمان یمسین مانن ولای ساین امیتین تی بتن باده کرن لذا یه رشته یشو سبب بنان اور عظیم شخصیت امیز اخ آیت الله تیاسی اور ز آیت الله دنوی یعنی صاحب علم اتکین رهبر معظم حفظه الله تعالی اشاره کرانت کچ کن که آی رئیسی یم عالم ایس مجاهد ایس مجاهد فی سبیل الله یقینا انسان در راه خدا بنان زو خدمت کران داوس لگی چپی لگی شهادت دکسو جامچه ادم چند ذرت کامن ایسی بکریو امسن ذکر بلکی پروردگار عالمین شو خودی قرآن سعدر یمی آیه مبارک سوت اسی اصل برسم جوان ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ای کسانی که ایم صاحب ایمان شیم و ایمان اون تعمل صالح دستک بجا عمل صالح دستک انجام خدا شو لکن هنگن دلن مزیون محبت راوان لک شیمن بدن فلوه ایگتان یم شهدا یه دکاتر ایسی یه هفته بود عزاداری کرن اس وہ در واقع صبح شامن از مختلف جایم صبح مجلس ترهیم یتکرس پنن در دلن پنن عزیزن پنن عوارمن سید اگر اسیدش جدا گسنش مجلس توریم مجلس ترهیم بباخران واریهن جاین آسیته برن مجلس ترهیم من گرسن صبح روز جمعه لذا ایشو اخ یومی آیت مزداکیم بطراو لکن هنن دلن مستون محبت لکتن طیبت فلوی ننو عزیزو یم شهید چه امی آیتی که مزداک تلی بایز بنیو بوتوی عزیز جمع گئی مرسی سرایی کر به خود رواکر مزن شو یم میزی عالم دین یتکن رهبر عزیز شو فرمان عالم مجاهد رو ویسن عالم
یک نسبت روایتن مثلا شامتن یک عالم یم دنیا گسان شو سلم فی الاسلام سلمتون اسلام اسمه شو زد خلا گسان سرا گسان یک نکهون چیز پور ہے کریتن یعنی اکیس عالم سند راون مثلا جوتی معمولی چیز ایچ اکسو خلا اکسو سرا اسلام اسمه پر سبدان یک نکهون چیز ہے کہ پور کریتن لذا یک چاہے آیت اللہ آل حاشم یا آیت اللہ رئیسی یم عزیز یم عزیز جدا گئی یم اس امک مصداق معنی عزیزو اگر اس بچو کسی یس آیه کریمه متای بروخینه که عرض کرد خداوند تبارک تعالی فرمان من المؤمنین رجال مؤمنان شواریت افراد یمو بنیز خدای است چو اصلا عهد و پیمان کرموتن وعده کرموتن اور بعضو کرتیمان بس بنیز وعده وفا یعنی خدایا ازگیست در راه خدمت شهید گتیم خدایا ازگیست در راه خدمت بنو زو فدا کریم بنو زو چه بیدیم یموی وعده کر بعض افراد دوت بنون زو چه در راه خدا تما کر فدا بنون فرمان پروردگار عالمین و منهم من ینتظر مگر بعض افراد چه منتظر آسان و ما بدلو تبدیلا تم چونی بنون وعده هرگز نمیچاوان تم چونی بنون وعده هرگز چیش کران تبدیل کران یستمو بنیس پروردگار عالمین است چه آسان وعده کرموتن لذا یم شهدا قسم افراد هستند توجه یم شهدا آتانی اسم باشن که یموی مثلا حالا ناو مشدن یکوسی شهید است یوسپنی گرواج نواس ونن که دعا کر بگوسس کی قال بروی دعا کر بگوسس شهید گتون توجه کردیو پنی میسیزه پنی گرواج پنی اهلیت وسلام دعا کر بگوسس شهید گتون اور یہ گرواج چمنان کسک شهید مگر اس کیا کرو اجن جواب جواب سکای شک بنا اس کیا کرو چشی خدا تم بابر خدا شو جان کرد یموی شهید و زاکر شهید اگر بعد دوست واس سکینی بش مزنتی آل هاشم یعنی آیت الله آل هاشم یوس سفر از دوران چه شاید درور شاید سکیس منن که ز امام جمعه گیونستان شهید اپوس آقای قاضی ذهن من به آقای مدنی دو نوع آیت الله مدنی آقای قاضی زگی شهید ان شاء الله تریم اسبو اور که دوی بتن چو آل هاشم شهید گتان یمچتیم افراد یمو بنیس خدای است چو اصلا وعده کرمتن یمچنی پنون بعد بدلما کن شنه بدلما بکن یه جمله کن ذکر مصیبت کر عرض که از لازم شو دو تسلات یم دل دلمت شو این حادثه سویتن یعنی شو ذکر اهل بیت شو اجار سنن دلمتن دلن کنش این قسم افراد و ما بدلو تبدیلا یمچون پنون وعده تبدیل کرا که یمچه زانان سینس نفسش مل سینس نفسش ولیو سینس مالش ارزش ولیو شوه که پروردگار عالمین قرآن مجید اسم از ارشاد فرماوان ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون پروردگار عالمین فرما سوره توبه اندر فرماوان ان الله اشترى خدا چو مؤمنان هین نفس ملی هوان یعنی سان نفس و خریدار چو خدای که ایشیم مؤمن صاحب ایمان وعده کران خدای سیتن اگر کر وفا ایش انتظار از کر میلی وفا کرنو کن موکه تکاجه وجه چه یون چیز یم چه زانان ها اشاشو واریه کرمت یک نسبت امیر المؤمنین علیه السلام بندس گبرس حسین مجتبی علیه السلام از فرماوان میانی گبر اگر سوری کنک دنیا سمزن پرت کنی چیز از میلی بدل عوض مگر پنون نفس کن زن ات نفسس چی خریدار پروردگار عالمین ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنة خدا شو عتیبت جنت جواد یم چه تیم افراد یقاتلون فی سبیل الله یم بنان بان چه بیدوانش مال کرانجه در راه خدا یم شهدا فی سبیل الله در راه خدمت یعنی خدمت مردم یعنی فی سبیل الله خدا سنوات مزن یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون همچون ماران همچون مار سبدان یم چه امی آیده که مصداق آسان منو عزیز و بزرگ و نوجوانو
यमोशान जोनमुत अशु मोल सनिस नफ्सु खरीदा परवरदिगार आलमीन लिजा छनु खटि मोल कनान बल्कि द्रगि मोल करान पन्निस परवरदिगार आलमीन अम्मा कह रावुन यह वारिया क्रूट आसान कह रावुन यह वारिया सख्त आसान तो वुचमुत यहंदी फर्जन कित पे गिरिया जारी करान कित पे जार जार वदान रहबर अजीज रहबर मोअज़्ज़म हफ़ज़हुल्लाह सोन जू मालो जान इसनिस फदा कि कित पे तसल्ला दिवान सब्र तलकीन करा खुद यमो शहदा फर्जंद मज अजीज दपान मे बूज यम सात मे बूज मे गो बाब मार शहीद गो सबर दर वाक़या गिरिया जारी कर मगर मे पे याद हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा सबर कि ज़ैनबन खुदा सलामुल्लाह अलैहा सबर कोरमुत यह सहल चीज ज़ैनब थजरस तले ज़ैनबिस पे वुचान यह सर जुदा कर मगर ज़ैनब सबूर ज़ैनब सबर कर ज़ैनब तहमुल कर ज़ैनब बर्दाश्त कर यह शहीद सुन फर्जद वनान यह चीज मद्देनजर थयित म्यूल मे सोन सबर सब्रुक तलकीन म्यूल अम सदन यकीनन शहदाई करबला साने खद यानी बहरहाल सब्रुक सख उसवे और आइल नमूना अमा तवज्जो करियो प्रतका बहरहाल आसान यह मोल यह आसान अख साया खासकर बचन साया आसान खासकर कोरन साया आसान यमिस कोर यह मोल रावान सो कूर जानान यह मोल रावुन कूता क्रूट कूता सख्त अगर मोल हद मोहर अगर मोल हद खुद ज्यादा वलो थोड़ी पन्निस सहनस मज बेहन इन गर बचन उम्मीद आसान बब गर आंगनस मज सहनस मज यकीनन आसान यम बच्चे यम शोदान हंद बच्चे शामस गर आसान गमित याद पेमित पन बब यम शोदा आसान याद पेमित मे पाई कम दितनक तसला मे पाई कम दितनक तसला कित पे दितनक तसला मगर बह कर बसिद गुलाम अर्ज बसिद खादिम अर्ज तुद युत तुम त्रो शोदाई करबलान पे त्रो हजरत हुसैन सुन कोर कुन नजर यमिस नाव सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा तुम त्रो हजरत सकीना कुन नजर सो सकीना युस वुचान बाब तशन दहान सो सकीना युस वुचान बाब सदिस सर आव जुदा करते बदन निशन सो सकीना युस वुचान बाब सुद सर आव नेज सवार करने सो सकीना युस वुचान गाहे बाब सुद सर नेज पटन गाहे गुस मंदल बामाल गोमतन सो सकीना युस थाना विधि विधि वापस आलम दिवा वापस शाम के सिनानस मज बार बार बना पहदेनी चतुबुतना बाबगी बाब क्या जाऊन बाब क्या दी जुम्ल कर इंशाअल्लाह युथी नमाज जुम्ल तरकत अदा कराओ ये बिदुनी ताकीबात हसकाक बाकी ये करे जिक्र मसले मसमिस रसूल भाई बाद ताकीबात बारे लिजा ये मिदन जिन्नानी शाम मसमजन तलाश करान बाब अंडिस बाब बार बार सना बाब दी चतुबुतना बूशन बाब दी चतुबुतना बाबगी बाब क्या छुरियो बाब क्या छुरियो तो भाई बयान करान वो अगर कह कूर बाब सान बाब आराम सान दपोस निमोस बाब निमोस ब्रोकुन या ये कोर कस बाब रावान गिन लायान ये हत वो मोल बन ना बड़ आराम सान अनान यह कूर वल वो बाबस पन्निस मगर तारीख बयान करा जुमला बयान करा आगो वदा रासुल हुसैन बिला तशबीह वदा रासुल हुसैन को आराम सान नुकसान हजरत सकीना सोउक ब्रोकन तो बस ऊंची की बाप सुनसान मगर तारीख शनी जुमला करा बयान तारीख मना वतराहु रासुल हुसैन ये सारो अनु लोयो के लिए हजरत सकीना को तो बस ऊंच मगर क्या सवाल कर क्या कूर पर्ज नायना बाबस कूर पर्ज नायना मलिक ये सारे गिर लव गो हजरत सकीना स्कूल हजरत सकीना चुप पवदे अर्ज का पवदे मैं वन यू को सारे पवदे
مرسی که دباری برم یا ابدا بابا یا ابدا من الذي خدم بدمائك يا بابا نورازي كيف قلنا الريشس كون خضاب يا ابدا من الذي كجع بريدك يا بابا يمكن تجني قادر يدرك يا ابدا بابا كاش باسا اي كماني في سيجاري سني يا بابا كاش يا باسا لكچار سيديو كمزر بابا ببي حالي يوشون آي شاید باشی جناب سید من بنجد باید همه جهان وجود بودن نانیو در دل بایو وشو بنی آیو مصیبت سے لا لعنت اللهم صل على محمد وآل محمد نماز بريد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل اللهم ادخل على القبور السرور اللهم اغني كل فقير اللهم اشبع كل جاي اللهم اقص كل وريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروه اللهم رد كل قريب اللهم فك كل عسير اللهم اصلح كل فاز امور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم صد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفاكر انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد